روز 22 سپتامبر در دوشنبه هیئت‌های وزارت‌های امور داخلی تاجیکستان و روسیه همکاری‌های نهادهای تفتیشاتی و تبادل اطلاع میان وزارت‌های دو کشور را بررسی کردند. وزیر امور داخلی روسیه ولادیمیر کلاکولتسف میگوید همکاری دو نهاد سمت‌های کلیدی فعالیت را در بر می‌گیرد. سال گذشته نهادهای منطقوی ما تخمیناً 260 فرد مورد پیگرد تاجیکستان را دستگیر کردند. در 8 ماه امسال باشد این رقم به 400 نفر برابر شده است. وزیر روس می‌افزاید پیشرفت کار به آن مربوط است که جانب تاجیکستان معلومات درباره افرادی در روسیه پنهان شده را با عکس و دیگر اطلاع مهم تکمیل کرده است. به قول کلاکولتسف تغییر شهروندی نباید فرد را از جوابگری آزاد کند. او درباره افرادی بازداشت شده تفصیلات بیشتر نداد. وزیر تاجیک نیز در این باره جزئیات نداد. سازمان‌های حامی حقوق روسیه را تنقید می‌کنند که با درخواست دوشنبه پناهجویان، منتقدان دولت و فعالان جامعه شهروندی را بازداشت می‌کند. ده‌ها فعال جامعه شهروندی از جمله آنهایی که ضد تصمیم‌های تاجیکستان در این یا آن مسئله در شبکه‌های اجتماعی اعتراض کرده بودند در چند سال اخیر بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده به سال‌های طولانی زندان محکوم گردیدند.